با سلام و وقت بخیر دوستان بیننده همراهان همیشگی فوتبال برتر. آقای کارتان میزان نشسته آمده تا بازی تراکتور و سپاهان رو تماشا بکنه. امیرعلی فرصت برای یاران سپاهان، حالت به بیرون میره. پیشترستانی هستند. امیرعلی مهدی در مقابلشه، اصلا در مقابلشه یه برخورد بالا خطا. یالا امیرعلی خوب کار کرده، پا به تو برکت میکنه از سمت راست. خودش هم میتونه حالا شوت بزنه، میزنه و تن به کورنر میده. مهتاب خالدی بالا کورنر. مهتاب دفاع کار میکنه و حالا اسما در درون دروازه زبرا میزنه، زاویه بسته. بالا موقعیت دوباره فرصت تو بر میگرده. یه برخورد خطا نیسته، کار دنبال میشه، زبرا میزنه تو بیرون نرفته، از خط ارضی عبور نکرده. مهدی بالا تو به بیرون میره. آقای فاریاس هم تازه به میدان به ورزشگاه آمده، بازی را تماشا میکنه. 1 دقیقه و 41 ثانیه.